بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز. امروز با یک کشاورز نمونه مهمان خانه های گرم شما هستیم. سلام علیکم. لطفا خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان شبکه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حلیم ریگی هستم، فرزند عبدالنبی معروف به حلیم طلا. خدمت شما هستم به عنوان یک کشاورز نمونه به فرار رسیدن ماه مبارک رمضان را به شما تبریک عرض کرده. انشالله که همه دعا بکنن، روزه بگیرن، دعا بکنن برای ما، برای مردها، برای زندها، برای ملت ایران دعا بکنن. و همچنین تشکر ویژه دارم از جناب فرماندار محترم، شهردار محترم، هلال احمر محترم، کمیته امداد محترم. بنده خیلی خوشحال هستم که به عنوان کشاورز نمونه در خدمت شما هستم و تو این برنامه هستم، کلن هستم، خیلی خوشحال هستم. و همچنین تشکر ویژه میکنم از جناب فرماندار بخشدار، همچنین از جهاد کشاورزی، مرغداری، جهاد مرغداری و دامداری اینا. و همچنین خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم به عنوان یک کشاورز نمونه تو این برنامه هستم و خیلی هستم. حلیم طلا، ممنونم از معرفی کامل و جامع شما. شما بفرمایید که چه چیزی یک کشاورز رو خوشحال میکنه؟ چیزی که یک کشاورز رو خوشحال میکنه اینه که آبش بیاد. میشه کامل توضیح بدین؟ من متوجه نشدم. آبش بیاد، آب که نیاد نمیشه. منظورت اینه که آب سر زمین ها به موقع برسه. آب به موقع سر زمین ها بیاد. متوجه شدم. شما بفرمایید که به عنوان یک کشاورز نمونه چه چیزی کشاورزا رو ناراحت میکنه؟ یعنی یک کشاورز از چه چیزی ترس داره؟ نگران چه چیزی هستن؟ نگرانی شما چیه؟ نگرانی ما کشاورزا اینه که آبش نیاد. من متوجه نشدم. میشه توضیح بفرمایید؟ اینه که ما چیزی که ما کشاورزا رو میترسونه اینه که آبش نیاد، آب نیاد. فهمیدم. منظورشون اینه که لوله کشی باید انجام بشه. آره آب نمیاد. شما به عنوان یک کشاورز بفرمایید که چه وقتی شما در واقع استراحت شما چه وقت است؟ شما چه موقع استراحت میکنید؟ ما اصلا استراحت نمی کنیم. وقت شبا که خیلی آبیاری میکنیم، ما خیلی آبیاری میکنیم. روزا آبش نمیاد، ما شبا آبیاری میکنیم. بسیار عالی. خب دیگه این ظاهرا دردشون فقط همینه که آبشون به موقع نمیرسه و اینکه این درخت‌ها هم که خشک شده فکر کنم به خاطر همین کمبود آب و مشکل آب هست که اینا خشک شده. آبش نمیاد، درخت‌ها خشک میشن، آبش نمیاد. آرزوی شما به عنوان یک کشاورز چی هست؟ ما همه کشاورزا آرزو داریم که آبش زود بیاد. شما به عنوان یک کشاورز نمونه چه انتظاری از مسئولین داریم؟ مسئولین چه کارایی رو میتونن برای شما انجام بدن؟ مسئولین خیلی کارا میتونن انجام بدن، خیلی کمک ها میتونن انجام بدن. کمک کنن که سریع آبش بیاد. من متوجه نشدم. برای مسئولین خیلی کمک میتونن بکنن. از جمله کمک ها اینه که به ما کشاورزا کمک کنن که سریع آبش بیاد. ما پیر شدیم کمکمون کنن که آبش زود بیاد، این کشاورزی زمین ها دیگه خشک نمونن، محصولات خشک نشن. بسیار عالی. باشه آقا، ما صحبت شما رو به گوش مسئولین میرسونیم، ان شاءالله که همیشه موفق و مؤید باشید. در پایان اگر صحبتی با بینندگان عزیز دارید از این تریبون میتونین بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حلیم ریگی هستم، معروف به حلیم طلا. آقا من گفتم که شما اگر حرفی خواسته چیزی دارین از این تریبون میتونید استفاده کنید. خودتون معرفی کردین یه دفعه. من از مسئولین تقاضا میکنن که به ما کمک کنن که هر چه زودتر آبش بیاد. خب اینم گفتیم. حرف دیگه ای؟ حرف دیگه اینه که کاری بکنن که آبش بیاد. آقا نمیخواد دیگه. این کلا از اول تا آخر حرفش اینه که آبش بیاد. آقا خیلی ممنون، دست درد نکنه. برو که آب اومده دیگه، آب همه جا گرفته. برو.